تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم، دست تو آرامش قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی، وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. من با دستای ظریفت میشه دنیا رو بگیرم، میشه حس خوب زندگی رو با تو ببینم، دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی، وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی، وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. خدا داده نعمتم، میوهی محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم، پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوهی محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم، پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بقای عمر انسان است فرزند،
به جسم آدمی جان است فرزند. السلام علیکم بیننده ها و تماشابینان عزیز ما. امروز ما آمدیم به مکتب بیانیه رقم 18 دهه آهلیک برای تبریک کردن که امروز قدم های خود را به مکتب به دبستان مانده ایستاده که جشن زادروزشان هست. عزیز زبان را تبریک میگوییم از آن پدر، مادر، آنا جان و بابا جان، نزدیکان، خویشان و آن لحظه های خرسند را همراه شمایان به هم میبینیم. با ما باشید. ما آغاز کردیم، رفتیم. بسم الله. السلام علیکم. ممکن می؟ السلام علیکم معلم عزیز. السلام علیکم بچه ها. شما نظمی صحت سلامتی به حضور شدیدتان. من امروز شمایان آهسته آهسته مکتب قدم مانده آمدید. خدا خواهد امامی سپتامبر علامین مکتب کلام به همه شما به صنف یکم قبول میکنم. امروز باشد هم صنف شما دوگانه شما امروز عزیز زبانو کنی خودشان از زبانه جشن زادروزشان بوده است. یک تا از زبانو با قرصک میزنیم پیشان تکلیف میکنیم. مرحبا از زبانو بیا پیشمان با زبانو. امروز درجه‌تان مبارک شود. امروز چند بار آمدید شما؟ 7 این بلدیست 7 ساله شده می. امروز ما شما تبریک میکنیم. اندامی داده جانتان فریزکه از این بی جانتان سلام دایتی از این بابا جان ها برات بابا عبدالرفیق بابا از این آنا جان ها سعادت خاله دلشاد خاله شما را تبریک میکنیم. گفتن که عزیزه ما دختره که ما کلان شود. من امروز علکه آهسته آهسته مکتب قدم های خودش را مانده ایستاده است. خدا کند که این مکتب های بابا های اعلام ختم کردن صاحب معلومات عالی گردد. دختره که نازنین من همیشه با فخر ما شود، همیشه در خدمت ما شود، عقلا جسماً روحاً انسانی برکمال شود. زرگایه که ما خدا خواهد اگر کلاسکام شود بعد از مکتب ختم کردنش دانشکده های دولتی و در آمده معلمه دکتر یا ورش مانند مادرشان ورد شودم ما خرسند می شویم. فقط که خواند و باز خواند. امروز که جشن زادروزش هست از ما رفته تبریک گوید برایش رسانید که بخواهم آسمان ماند براید زمانی گلفشان ماند براید بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند براید. از زبانو امروز زادروزتان مبارک. امروز من مکتب با شما آمدید اما معلمه ها درس علم معرفت تعلیم را آموخته ایستادید. همه خیلی خواندن گیرید. اگر مکتب کلاسکام شده همیشه در روزهای خرسندی شما آماده تبریک کردن میگیریم. امروز از زمین داده جانتان برای شما میگوییم با مولودی دلافروزت تو را تبریک میگویم، با جشنی فیروزت تو را تبریک میگویم، با گلزاری حیاتی تو زینو فصل بهار آمد و استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. در این شامی فرح افزا زی هر جا نور میبارد و نوری شامی چون روزت تو را تبریک میگویم. زی خرسندی دلی پاکت کنون لبریز میگردد و قلبی شاد اندردازت تو را تبریک میگویم. نشاده یک قدم بالا شدی مانندی گلهای زیبا و عمری حکمت آموزت تو را تبریک میگویم. من امروز معلمه عزیز دختره که ما علکه با یک قدمی بر سوی کلان شدن ماند. امروز 7 ساله شده است. خدا رو خواهد اگر امسال من مکتب قبول کردن مکتب های خواند معلمه شا گوش کنند و همیشه علمی فخر آهنی که ما شود. گفتن من دستی خواهرکه شما یک تا مشکی کلان برای امروز عزیزه آوردیم یک تا قرصک میزنیم عزیزه میسپاریم. مبارک باشد. زادروز مبارک. رحمت. اکنون در روز خرسندی از زبانو برای شما همه شیرینی تارتا برای همه همسینفان تیار کردیم. یک تا معلماتان که من خواهر چاپ کردی تا جانشون هم همینجا بودم. یک تا شیرینی هم میپریم از آن تنور میکنیم بعد یک تا نیت های نغز همسینفانشون هم میشنویم. مرحبا پیش تارتا نزدیکتر میرویم میشه که مونت پیش همسینفانتان با مرحبا معلمان نزدیکتر است.
سیمفونیشون از نام سیمف تبریک کردنتان را می‌خواستیم. خیلی از نام هم سیمفونیشون کنی عزت تبریک میکنم تصدق را مالدیس عزت تبریک میکنم تصدق را عزت تبریک میکنم تصدق را وقتی پدر مادر صاف سلامت کرد مالدیس برو بدرست حکیم جان عزت تبریک میکنم تصدق را رحمت اکنون یکتا برای خاطره ها همراهی همسیفان که هر یک لحظه ها و سوی ما غنیمت است. یک تو رسم میگیریم دورای کودکیشان را بر تاریخ مهر میسازیم و بعد از آن به ما جواب میشود. مرحبا خوشلرگن الifbeni o'rgatgan to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ustozlarga tashakkur kechayu kunduz demak mehnatini ayamak parvarishlar niholda bog'bonlarga tashakkur شکرانه اوهجانه تو دختری یخانه پدر بازیچه آد یک خیلی زاچه آد بعدی چند روز ببینه و باری زاچه گیره اول کندم نیجه ها سانی کندم پنجه ها با علم سوی پدر گفتن زاچه کار نگه شما آمدید با ما یک زاچه پنجه آیم یا بچه ماینان منم قرق durmayım kul salaman xamirga o't yoqaman tandirga mehnat qilgach albatta sindirib katta katta yayilganda shirmoynon menam qarab turmayman
دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. من بیننده های عزیز، امروز در این دبستان، در این مکتب میانه رقم 18 مهمان شده دخترک نازنین، دخترک شیرین کلام، شیرین سخن، یاردمچیان جان و بابا جان، دعاگیری آنها را تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. امروز جشن زادروزی عزیزوان مبارک باشد میگوییم. با ما باشد که ما با شماییم.